ببینید انبیا علیه السلام بهترین بندگان خدا بودن، مقرب ترین بودن، کسایی بودن که الله اونا رو گلچین کرد، کسایی بودن که اونها رو الله تعالی منتخب کرد. اما الله تعالی در کلام خودش دعای تک تک این انبیا علیه السلام رو تو معضلات و مشکلاتی که داشتن در کلام خودش بیان میکنه. ایوب علیه السلام در بیماری های خودش چطور الله رو فریاد زد؟ رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. خدایا به من یک بیماری، یک مصیبت رسیده و تو ارحم الراحمینی. ببینید اینجا اوج مقام تفویض و تسلیمه. گل نیست، شکوه نیست، اعتراض نیست، بلکه داره فقط عرض حال میکنه. خدایا به من بیماری رسیده و تو ارحم الراحمین هستی. حتی از الله تعالی شفا نخواست، فقط عرض حال کرد. خدایا من میدونم این بیماری که بر من آمده خیر مطلق هست. این بیماری من برای اینه که در من یک صفات، یک کمالات، یک خوبی ها، یک ارزش های زنده بشه. ببینید وقتی یک انسان غم میبینه غمخوار میشه. وقتی یک انسان مصیبت میبینه نوع دوست میشه، غم دیگران رو درک میکنه، مصیبت دیگران رو میفهمه و این انسان اون نوع دوستی و کمال انسانی در وجود او تقویت میشه، تبدیل به یک انسان کامل میشه. مقداری غم، مقداری مصیبت او رو به سمت یک انسان کامل بودن سوق داد. لذا این غمای کوچک کوچکی که در زندگی ما هست اینا علامت بدبختی نیست. اتفاقا ما میتونیم از این غم، از این مشکل، از این بحرانی که در زندگی ما هست یک فرصت بسازیم برای اینکه در الله رو بکوبیم، برای اینکه خود رو به الله مقرب کنیم، برای اینکه عاجزی خود رو ببینیم، قدرت الله رو ببینیم و عبدیت رو در خودمون تقویت بکنیم و تو اون مشکلات و مصیبت ها الله رو فریاد بزنیم. تو بیماری ها مثل ایوب الله رو فریاد بزن. تو فقر و فاقه ها و نداری ها و جلاوطن ها مثل موسی کلیم الله رو فریاد بزن. انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اگر گیر کردی تو یک تنگنا و مخمسه‌ای که راه فرار نمیبینی، تاریکی روی تاریکی است، بنبست مطلق به نظر میاد، اسباب تمام شده اما رب الاسباب هست، درهای زمین بسته شده اما در آسمان بازه. اگر تو زمین هیچ کی فریاد تو رو نمیشنوه، یکی هست که همیشه میگه اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اگر مشکلات برای من بزرگه، برای الله کوچکه، او اراده کنه هر چیزی رو میتونه از سر راه من برداره. اگر تو دل آتش ها هستی مثل ابراهیم علیه السلام الله رو فریاد بزن. اگر تو دل نهنگی مثل یونس الله رو فریاد بزن. اگر تو دل کوه گیر کردی مثل اصحاب کهف الله رو فریاد بزن. اگر تو خانه فرعون گیر کردی و تو خانه یک دیکتاتور و ظالم گیر کردی مثل موسی الله رو فریاد بزن. تو هر حالت اگر در جنگ بدری یک نبردی نابرابر که سپاه دشمن تا دندان مسلح و تمام شرایط نظامی داره لشکر دشمن رو تایید میکنه، تو همین حالت هم الله رو فریاد بزن. قطعا الله تعالی فریاد تو رو میشنوه. گاهی وقتا تو مصیبت ها و غم های دنیا ما فکر میکنیم الله ما رو ول کرده، جفاها میبینیم از دیگران، بیوفایی ها میبینیم از دیگران، به اینها خودمون رو مشغول نکنیم. بزرگان میگن من کان ینظر الی مجاری القضاء لا یفنی ایامه به مخاصمت الناس. کسی که داره از پنجره قضا و قدر به تمام مشکلات و معضلات خودش نگاه میکنه، ایام خودش رو با مخاصمه و جدل با این و اون به باد نمیده. بله یوسف برادران به او جفا کردن، اما این جفا از او عزیز مصر ساخت. تو این مسیری که او داشت جفا کشی میکرد، دست از دعا بر نداشت، نهایتاً بر تخت عزت نشست و حسد برادران باعث رسوایی خود برادران شد. زمانی که موسی جفای قوم خودش رو دید، از ما بین قوم خودش
رانده شد، از قوم خودش فرار کرد، نمیدونست که قرار الله تعالی سر راه او شعیبی بیاره و قرار الله تعالی او رو کلیم خودش بکنه و قرار الله تعالی او رو داماد نبی وقت بکنه و قرار الله تعالی زندگی او رو به یک سمت و سوی دیگری سوق بده. تو این مسیر موسی دست از دعا بر نداشت. اون زمانی که نبی ما از مکه مکرمه جلاوطن شد، حتی دل کندن از کوههای مکه برای نبی ما سخت بود. خطاب به کوههای مکه میگفت اینها منو دوست دارن و من اینها رو دوست دارم. دل کندن از این شهر سخت بود، اما الله تعالی همین جفای این قوم رو، همین جفای این اطرافیان رو برای نبی ما تبدیل به یک گنج زر کرد و همین مبنای یک تمدن عظیم اسلامی شد و همین مبنای شکلگیری مدینه فاضله شد و همین مبنای یک رشد و تعالی و ترقی شد. لذا به دل بد نیاریم. اگر یک وقتهای جفا میبینیم، بی‌وفایی میبینیم، خودمون رو با این و اون درگیر نکنیم. تو همین سختی و شدت الله رو فریاد بزنیم، از پنجره قضا و قدر به این سختی ها نگاه کنیم. اینها رو بدبختی نفهمیم. اینها رو الله آورده، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. اینها رو الله آورده و الله بر ما مقدر کرده، لنا، برای نفع ما. او اراده ظلم به ما نداره، او اراده در حقیقت بدی با ما نداره، بلکه او میخواد تو این کوره مجاهدت ها از ما یک انسان کامل بسازه. سختی های نبی علیه السلام رو نگاه کنید. نبی ما تو سختی ها بود، دست از دعا بر نداشت. یوسف تو قل زنجیر زندان بود، دست از دعا بر نداشت. ایوب تو مریضی ها چندین سال دست و پنجه نرم کرد، دست از دعا بر نداشت. موسی اون جفای قوم خودش رو دید، دست از دعا بر نداشت. چقدر زیبا میگه مولانا در مثنوی، میگه این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. اگر واقع بینانه به اینها نگاه کنی، از پنجره قضا و قدر به اینها نگاه کنی، اینها گنج زرن. خلق را با تو چنان بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. الله تعالی میخواد قبل از مرگ از این تعلقات و از این دلدادگی ها و از این وابستگی هایی که تو رو به خود مشغول میکنه و تو رو از رفتن در اون مسیر حقیقت دور میکنه، الله میخواد از این تعلقات، از این دلدادگی ها، از این وابستگی های کوچک کوچک و سافل تو رو جدا کنه و تو رو میخواد با خودش وصل کنه، میخواد تو رو مقرب درگاه خودش بکنه. نگران نباش، تو این مسیر به الله اعتماد کن و دعا کن. الله دعا رو دوست داره. خوش همی آیت مرا آواز او، آن خدایا گفتن و آن آه او. الله ربنا رو دوست داره. برای همینه که در کلام خودش گاهی خود الله تعالی ربنا به ما یاد میده، خودش تلقین دعا میکنه. فتلقى آدم من ربه کلمات، تلقی کلمات برای پدر ما آدم علیه السلام شد. الله رو فریاد زد، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یک سختی و شدتی بود، اما الله تعالی همین سختی و شدت رو خلعت خلافت فی الارض کرد. الله او رو مظهر اتم صفات خود کرد. الله تعالی او رو آراسته به همه خوبی ها کرد، چون دعا کرد. بعد از دعا همه خوبی ها در انتظار ما هست. بعد از دعا ما باید بدونیم که الله تعالی میخواد، اگر توفیق دعا الله داد قطعا اجابت میاد. حالا گاهی اوقات فوراً اجابت میشه، گاهی الله تعالی بنا به حکمت خودش با یک تأخیر الله تعالی اجابت میکنه، گاهی الله تعالی در اثر این دعا بلایی رو دفع میکنه، مصیبتی رو دور میکنه. ولی بدونیم اگر گفتیم الله، اگر گفتیم ربنا، بدونیم گفت آن الله تو لبیک ماست و نیاز و سوز و دردت پیک ماست. اصلا ربنا گفتن خودش قبولیته، الله گفتن خودش قبولیته. اگر الله نمیخواست قبول کنه، توفیق دعا نمیداد. وقتی دعا میکنی حسن ظن به الله داشته. چرا بعد از دعا ما دست به چشم و صورت میکشیم؟ معمولا وقتی که یک تحفه و هدیه رو از یک شخصیت بزرگ، از یک پادشاه کسی میگرفت، وقتی اون تحفه رو تو دستاش میگذاشت، اون تحفه رو چشما و سر و صورت خودش میکشید به عنوان قدردانی. پایان دعا ما دستها رو به سر و صورت میکشیم. یعنی چی؟ یعنی گرفتم، اونی که میخواستم
گرفتم. به اون ذاتی که میخواستم درد دل کنم کردم، به اون ذاتی که میخواستم سفره دل باز کنم کردم، اونی که میخواستم محرم راز کنم کردم، با اونی که میخواستم هم کلام بشم شدم. از دعا نبود مراد عاشقان جز سخن گفتن به آن شیرین دهان. حتی اون کسایی که عاشق و دلداده ذات احدیت الله هستن، اونها از دعا هیچ چی نمیخوان جز الله رو. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے یا رب میں تجھ سے طلبگار تیرا. خدایا هر کس از تو چیزی میطلبه، من از تو رو میخوام. از دعا ما خود الله رو میخوایم. دعا بهانه‌ای برای اینکه در الله رو بکوبیم، حوائج ما بهانه‌ای برای اینکه با الله حرف بزنیم. و قطعا اللهی که توفیق دعا و هم کلامی که بزرگترین سرمایه معنوی هست، این رو الله وقتی نصیب کرد، الله اجابت هم میکنه.